به مناسبت شب یلدا یا همون شب چله من کوفته انار میخوام بهتون آموزش بدم. کوفته تبریزی نه، کوفته انار. خودتون میدونید که کوفته تبریزی فوق‌العاده خوشمزه هستش. این دیگه 100 برابر اون خوشمزه تر و پرخاصیت تره. اول نتیجه رو بهتون نشون دادم، بعد میریم با عشق قدم به قدم درستش کنیم. مطمئنم که عاشق این کوفته میشین. در ابتدای ویدیو از انار هیچ خبری نیست که در ادامه بهتون نشون میدم که میخوام چیکار کنم با انار. و اما اگه این ویدیو رو دوست داشتین، اگه براتون مفید بود، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتین توی بخش نظرات برام بنویسید که از خوندنش حسابی خوشحال میشم. و ما این زیرنویسا رو دقت کنید که به نکات خیلی مهمی اشاره کردم. بریم با هم درستش کنیم.